الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلا از الله ذوالجلال خواهان او هستم که خاتمه کار همه ما و شما را به خیر بگرداند و دم آخری همه ما و شما را دم راحت بگرداند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: ان للموت سکرات. هرگاهی که مرگ به سراغتان می آید، هرگاهی که شما در مالامال جان دادن باشین، خیلی ساعتهای سختی هست. بسیار لحظه های دشواری هست. خدای مهربان دعا کنیم که اون لحظه ها را برای ما و شما آسان گرداند و چگونه که با یک اعتقاد بسیار خوب و زیبا و با یک عنوان بسیار بلند همچون مسلمان حیات بردیم، در دم آخر هم این ایمان مانه و این اعتقاد مانه همراه خود ما می برده باشیم. گذشتگان ما را الله مهربان رحمت و مغفرت کن. در سفر بودگی مردم ما را سفرهاشون خیر و نیک بگردان و الله مهربان در این دیار ما، در این ملک ما همیشه خیر و خوبی ها را زیاد بگردان. الحمدلله رب العالمین که در یک فضای بسیار خوب، در یک فضای آسایشته روز بردستیم. الله مهربان که این نعمت تو بالاترین نعمت میستد، این نعمت را الله توانا، الله بزرگ در این سرزمین ما، بر این مردم ما بر دوام نگه بدار. الله مهربان از این پراکندگی ها و از این دهشت هایی که روزها می بینیم، مشکلات هایی را که در ملک های دیگر می بینیم، الله مهربان از این سختی ها این مردم تاجیک ما را الله مهربان حفظ فرما. علال خصوص الله مهربان از جمیع غضب‌هایت این دیار و این مردم الله توانا نگه بدار. الله مهربان امروزها عبادت‌های داریم، بندگی‌های داریم، اگرچند که بسیار ارزنده هم نیستند در برابر این قدر ترحم و لطفی که الله مهربان بر ما کرده.
فقط با یک امید دعا میکنیم که الله مهربان قبول فرماو در عوض عبادت که رزق بنده را زیاد میکنم گفتی، در عوض اطاعت و عبادت که برای بندگانت برکات فرمودی، الله مهربان هم عبادت مانا زیاد بگردان، هم توفیقامونا زیاد بگردان، هم ایمان ها مانا تقویت بخش و هم آن وعده هایی که در عوض این هست برای ما بندگانت نصیب بگردان. الله مهربان جمعی بیمارهایی که امروز طلب شفا دارند، علال خصوص بیماری های این مردم ما را شفای کامل نصیب بگردان. بندگانی که امروز برای این آرامی و برای این آسایشتگی حفظ این دیار میکنند، سهم گذاری میکنند، زحمت میکشند، مهنت میکنند، الله مهربان مادامی که اینها گمانهای نیک دارند، نیتهای نیک دارند، پاداش خیر نصیبشان گردان. امروزها برادرای ما از سرحدها زنگ میزنند، از بدخشان زنگ میزنند، از نایه های 5 زنگ میزنند که در اونجا فرزندای ما و شما، برادرای ما و شما نوابسته به این خنکی ها، نوابسته به این سختی و ترس و وهمی که در اون سرحدها وجود دارد، ولی ایستادگری میکنن از گویم جانبازی های اونها، از زحمت های اونها. امروز ما در خانه هامان آرام و آسایشته نشسته ایم. در حقشان همیشه دعا کنیم برادران عزیز و گرامی که در کدام منطقه باشند، چه از قسم بدخشان باشند، چه از قسم قمسنگیر و چه از قسم ناحیه های 5، بچه های ما و شما در خدمت ها هستند، در حفظ دیارشان هستند. الله مهربان حفظشان فرما و باز هم با یک وقت خوش و با یک سری بلند انجام دادن این خدمت ها را موفقشان گردان و با صحت و سلامت به خاندانشان رسان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، الحال من در نزدم یک سوالی هست که چند بار برادرها از من پرسیدن که درباره فضیلت استغفار یا کلمه استغفر الله برای ما بیان داشته باشی و چگونه ما طلب مغفرت نزد الله مهربان کنیم. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا خیلی موضوع مهم برای ما و شما هست. شما در دوام گوش کردن احساس میکنین که حقیقتا این برای ما و شما خیلی مهم و ضرور بوده است. میایم برادران عزیز و گرامی
بر از فضیلت ها و از نفرهایی که با این جمله یا با این کلمه که روزها با زبان میگویند، الله مهربان در عوضش در نامه اعمال اینها چی می نویسد گوش می اندازیم. الله مهربان فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. سوره مبارکه نساء آیت 110. الله مهربان میگد هرگاهی که شما مبتلا یگان گناه شدین، دست به یگان کار زیشت زدین، دست به نافرمانی از الله کردین، یعنی شما احساس میکنین که همین کار را انجام دادستین این گناه در پیش الله هست. خداوند میگه وقتی شما مبتلای با این آلودگی و با این گناه شدین، از پشت این گفت شما طلب مغفرت کنید الله را. هرگاهی که پشیمان شدین، هرگاهی که دیگر توبه کردین و دست از او گناه برداشتین، یجد الله غفورا رحیما. الله مهربان میگد مرا هر آینه غفور و رحیم در میابی. یعنی من بعد آنی که تو به سوی من استغفر الله گفتی، طلب مغفرت کردی، من گناهان تو را، اون کرده های تو را از نامه اعمال دور میگردانم. این یک آیت. آیت دوم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. این سوره انفال آیت 33. الله مهربان گفت تا زمانی که ای محمد صلی الله علیه و سلم در بین این امت هستی، برای اینها من امان میتیم. یعنی یگان سختی و یگان مشکلات و یگان عذاب را بر بالاشان نمیارم تا زمانی که تو در بینشان باشی. الله مهربان میگه زمانی که اگر تو اینها قطع پدرود گفتی و یعنی دنیا را ترک کردی و به خانه آخرت رفتی، اینها را یگانه چیزی که امان میتید، یگانه چیزی که از همه مشکلات خلاصشان میگرداند، این استغفار است، این استغفر الله است. برادر عزیز، از این لحاظ بود که پیامبر نازنین ما گفتن دو امان، یعنی دو نوع امنیت، دو نوع آسایشتگی در بین امت من هست. یکی از اونها گفت من هستم، یعنی تا زمانی که من در بین این امت باشم، الله مهربان اینها را از اذیت و از مشکلات و سختی نگاه می‌دارد. و دیگر گفت پیامبرمان دویم چیزی که برای اینها همون نیکی را و خیر و برکت برای اینها نصیب می‌گرداند، زمانی که من نباشم همین است که امتان من با استغفر الله مشغول شوند. یعنی برادران عزیز و گرامی، مادامی که پیامبر نازنین امروز که در بین ما نیست، امان ما امروز، امنیت ما امروز، آسایشتگی ما را امروز الله مهربان در این سوره مبارکه انفال آیت 33 چی گفت؟
این است که وقتی که ما همیشه با استغفار مشغول باشیم. اگر همه امت پیامبر نازنین به این مشغول باشد، اینجا وعده الله هست. بین ما به این خوبی، ما به این نکی انشاءالله میرسیم. دیگر چیزی که برادران عزیز و گرامی اینجا آمده است، حدیث امام مسلم است که فرمود که و اینی لاستغفر الله فی اليوم 100 مرة. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند دانید که ای امت من هر روز بین فی اليوم 100 مرة، هر روز من 100 بار استغفار میکنم، 100 بار طلب مغفرت به سوی الله میکنم. یک پیامبری که برادران عزیز، این پیامبر نفری بودن که معصومی از گناه بودن، اینها گناه نمیکردن، بازم این طلب مغفرت میکند به سوی الله مهربان. یعنی اینها تعلیم برای امت است. حدیث دیگری هست، جناب ابو هریره روایت میکند، امام بخاری میارد، میگد سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت ابو هریره میگد من پیامبر شنیدم. چی شنید؟ یقول والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مرة او مرة. میگد شنیدم از پیغمبر گرامی که میگفت که والله قسم به بزرگی خدا، من طلب مغفرت میکنم پروردگارم را و توبه میکنم به سوی پروردگارم هر روز بیشتر از 70 بار. ببین کمترین 70 بار، بالاترین تا 100 بار پیامبر نازنین من طلب مغفرت میکرده است الله توانا و بزرگ.